گریس اشکرافت، راکون سیتی تخریب شده. لیان کندی کجاست؟ ریکویم یا مرسیه؟ با چی طرفیم؟ پرونده رزیدنت ایول 9 ریکویم. سلام بچه‌ها، من جگوارم و اینجا مولتیورس گایزه. خوش اومدید به ویدیوی جدید پلیلیست 4 صبح. بخش اول، گریس اشکرافت. با توجه به چیزی که تا الان از تریلرهای بازی دیدیم، با یک کاراکتر اصلی جدید طرف هستیم و الان میخوایم باش بیشتر آشنا بشیم. اسم گریس، فامیل اشکرافت، فرزند آلیسیا اشکرافت، شغل تحلیلگر فنی FBI. چرا گریس به عنوان شخصیت اصلی انتخاب شده؟ داستان این دختر چیه؟ گریس یه تحلیلگر فنی و تا حالا به صورت مستقیم وارد صحنه نشده، اما ورودش به FBI به علت یک انگیزه مهم و یک پرونده خاص بوده. مرگ مشکوک مادرش آلیسیا اشکرافت توی هتل رنوود. داستان گریس توی بازی از اونجایی شروع میشه که اون داره روی یک تعداد قتل مشکوک مرتبط با هم تحقیق میکنه که رئیسش اون رو به یک مأموریت از طرف FBI میفرسته. مأموریت در رابطه با مرگ‌هایی که پشت سر هم توی هتل رنوود اتفاق میافتن. دقیقاً همون هتلی که 8 سال پیش مادر گریس یعنی آلیسیا ایدز گرفت و مرد. بیمزه. در واقع علت مرگ مادرش نامعلومه، ولی مطمئناً مرتبط با هیولاها و ویروسایی که توی اونجا در جریانه. اما انتخاب گریس اشکرافت به عنوان شخصیت اصلی دو علت دیگه هم داره. شماره 1، اون یه آدم جوونه که تجربه واقعی اینجور چیزهای ماورالطبیعی رو نداشته و فقط از پشت صفحه کامپیوتر در رابطه باهاشون تحقیق کرده. این یعنی یک کاراکتر که همراه با خود ما میترسه، با سازوکار هیولاهای بازی آشنا نیست و دقیقاً همونطور که ما هم باهاشون آشنا نیستیم و خب این باعث ایجاد حس همزاد پنداری میشه که ما به عنوان بازیکن میتونیم با گریس برقرار کنیم. اصلا من میخوام خودم و گریس دو جسم در قالب یک بدن یک روح باشیم. شماره 2، گریس یک پل قوی ارتباطی برای داستانیه که قرار روایت بشه و تمام مشخصات مورد نیاز رو هم داره. انگیزه شخصی هم که داره. همینطور راکون سیتی بعد از بمب اتم میتونه براش چالش برانگیز و دارای سورپرایزهای زیادی باشه و مثل لیان کندی و جیل ولنتاین نباشه که انگار نقشه کل راکون سیتی رو روی بدنشون تتو دارن و مثل کف دستشون اون شهر رو میشناسن. بریم سراغ پرونده دوم، عملیات X-Day. بچه‌ها این عملیات آخر یکی از نسخه‌های بازی اتفاق میفته و برای اینکه براتون دقیقاً نسخه بازی مشخص نشه و اتفاقات هیجان انگیز اون نسخه هنوز هم تا آخر اینکه بازی میکنید سورپرایزتون کنه، اسم بازی رو توی ویدیو نمیگم، ولی خب اگه خیلی کنجکاوی توی کپشن نوشتم. وقتی که ویروس تی توسط آمبرلا با مشکل داخلی که البته ما میدونیم کار ویلیام بریکن دیوس بوده، شروع به پخش میکنه از طریق فاضلاب و حیوانات آلوده و بعدم مردم آلوده که در آخرم به بیمارستانا و پلیس هم کشیده میشه و همه درگیر میشن و کل شهر راکون سیتی توی ویروس تی غرق میشه. این یک تهدید جهانی بود، چون با این سرعت رشد به زودی بقیه شهرهای آمریکا هم درگیر خودش میکرد و بعدم سراغ بقیه کشورها میرفت. پس دولت آمریکا توی تاریخ 1 اکتبر 1998 تصمیم گرفت که یک عدد بمب اتم بزنه به شهر، به ویژه آزمایشگاه تولید کننده ویروس، تا از شیوع این ویروس تی خطرناک به بقیه شهرها و بعدش هم جهان جلوگیری کنه. پس اونها از طریق یک موشک قاره پیما که کلاهک اتمی تاکتیکی با خودش حمل میکرد به شهر راکون سیتی حمله کردن و هزاران نفر رو کشتن و کل شهر و زیر ساختهاش به ویژه آزمایشگاه آمبرلا و عمارت اسپنسر هم تخریب شد تا ویروس به بخش‌های دیگه آمریکا شیوع پیدا نکنه. البته که باید اشاره کنم عملیات X-Day یا همون عملیات روز X تا حدودی موفقیت آمیز بود. گفتم تاریخ، اگه دوست دارید تایملاین رزیدنت ایول رو براتون تشریح کنم و توضیح بدم و همینطور سن کاراکترایی مثل لیان توی زمان رزیدنت ایول 9 پیدا کنم، فقط کافیه توی کامنت ها بنویسید تایملاین و چنل رو سابسکرایب کنید تا وقتی ویدیو منتشر شد زود خبردار بشید.
پرونده سوم، لیان کندی کجاست؟ توی مراسم سامر گیم فست امسال که اولین تریلر رزیدنت ایول پخش شد، عوامل کپکام حدود 40 دقیقه به پایان مراسم اومدن روی صحنه و گفتن ما هنوز آماده نیستیم بهتون نشونش بدیم، ولی قول میدیم که به زودی ازش چیزهای جدیدی میبینید. و خب اینجا بود که خیلیا لایو مراسم و بستن و دیگه نگاه نکردن، چون اکثرا به خاطر شایعه‌های معرفی رزیدنت ایول 9 توی این مراسم داشتن نگاه میکردن. اما دقیقاً حدود 40 دقیقه بعد به صورت کاملا سورپرایز، در حالی که هیچکی انتظارشو نداشت، تریلر رزیدنت ایول 9 پخش شد و ماهایی که توی لایو مراسم مونده بودیم پشمامون ریخته بود. حالا از اینجا به بعد تئوری خودمه. من مطمئنم که برای لیان هم دقیقاً دارن همین ترفند رو میزنن تا با دیدنش توی بازی به شدت سورپرایز بشیم. لیان در حال حاضر توی تایملاین توی راکون سیتی نیست. پس شاید بگید که احتمالاً یک کمئو و حضور کوتاه داره و یک کاراکتر ساپورته، اما باز به نظر من اینم قرار جزو سورپرایز باشه و حضورش محدود نیست و یک چیزی مثل سیستم بازی الن ویک 2 که بین کاراکتر ساگا اندرسون و الن ویک میشد جابجا بشی و این دوتا کاراکتر داستان رو به صورت موازی جلو میبردن توی بازی حضور داره. البته بگم منم 100% مطمئن نیستم، اما حس کارگاه بازی و تئوری پردازی میگه که درسته. پرونده چهارم، ریکویم یا مرسیه. اصلا ریکویم یعنی چی و ارتباطش با دنیای بازی و داستان این نسخه چیه؟ ریکویم یه واژه لاتین به معنای آرامش ابدی یا یه جورایی دعای آمرزش برای مردگانه، مثل اون فاتحه‌ای که میفرستیم و تو فرهنگ غربی اسم یک مراسم مذهبی موسیقیه که برای یادبود مردگان برگزار میشه. خود کلمه رکویم از جمله لاتین رکویم اترنام دونایس دومینه گرفته شده که به معنی خداوندا آرامش ابدی به آنها ببخش. و خب برداشت مستقیم و ارتباطش با این بازی کاملا مشخصه. رزیدنت ایول 9 رکویم یا مرثیه‌ای برای قربانیان و گذشته فاجعه بار راکون سیتیه. البته که این اسم کاملا با تم بازی که از اکشن بودن کمی فاصله گرفته و تمی دارک، غمگین و سایکولوژیکال هارر به خودش گرفته مطابقت داره. این داستان مرثیه‌ای برای آلیسا مادر گریس، برای راکون سیتی، برای قربانیان آمبرلا و برای این همه سال خاطراتی که کپکام با مجموعه رزیدنت ایول برای ما ساخته. اگه ویدیو رو دوست داشتی لایک و سابسکرایب یادت نره و یک ویدیوی ایستر اگ های رزیدنت ایول 4 که قبلا ساختیم این بغل اومده، وقت داشتی ببینش.